امیدوار باشه به رحمت رب العالمین. نگو من خیلی گناه کردم، نجس شدم، آلوده شدم. دو نفر حق ندارن این حرفو بزنن. یکی خودت حق نداری به خودت بگی من دیگه نجس شدم، پلید شدم، خدا منو نمیبخشه. حرام کسی بندی از بندگان خدا به خودش این حرفو بزنه، حرام ممنوعه. نفر دومم کسی حق نداره به کسی بگه من حق ندارم به تو بگم. اگر یک مست سکرانی تو کوچی دیدم که عربده داره میکشه، حق ندارم ای نجس پلید پست، خدا تو رو نمیبخشه. هر لحظه احتمال داره اون فردا توبه بکنه من برم جای اون بیاد جای من. این جرأت رو به خودتون ندید که به کسی با 4 رکعت نمازت بگی خدا فلانی رو نمیبخشه، حتی که همیشه سکرانه. اگه دوستش دارید تلاش بکن که اونو نجات بدید، ولی قضاوت حق تو نیست، اونو نمیبخشه. تو چی کاره هستی تو رحمت خدا؟ اینقدر شرابخوارا و عیاشا و هنرپیشه ها و خواننده هایی که یک عمر عیاشی کردن آمدن شخصیت های بزرگی و دعوتگران و مصلحان بزرگی شدن. خیلی از اون مغرور نماها به عبادت های که داشتن مغرور شدن با عبادتشون، درباره بندگان خدا قضاوت کردن، رفتن جای اونا منحرف شدن. کی میدونه فردا چی میشه؟ اونی که داره عبادت میکنه باید گریه بکنه خدای قبول بکن، منو ثابت قدم بکن. علما میگن تواضع و گریه و زاری با گناه خیلی بهتر از تکبر و خودخواهی با عبادت. یکی از سردسته های بزرگ راهزنان اگر اشتباه نکنم عیار یه زمانی رفته بود شب روی دیواری که بپره تو خانه، سبحان الله، رو دیوار منتظر بود که بپره تو خانه. یک دفعه صدای آیی از داخل خانه شنید که صاحب خانه شب به نماز ایستاده بود. زمانی که این رفته بود چه اون خانه رو بزنه. قدیم خود دیگه برقی نبوده، سر صدایی نبوده، رو دیوار نشسته بود که بپره. یک دفعه صدای آیه شنید که بعد از سوره هم اون صاحب خانه داره میخونه الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقتش نرسیده کسانی که مؤمنن مسلمانن بر بگردن و دلهاشون بتره و بلرزه برای خدا؟ وقتش نرسیده. هی میخواست بپره دوباره اون آیه تکرار میکرد. سبحان الله، نمیفهمید که دزد آمده. اون نماز میخوند، هر شبش بود، نماز شب شد. و بار سوم 3 بار که تکرار کرد، بار سوم گفت بله. اون دزده که رو دیوار بود گفت بله وقتش رسیده که نیاز توبه بکنه و برگرده به سوی خدا. به جایی که بپره به داخل خونه، پرید به بیرونی و مسیرش عوض شد و یکی از قضات بزرگ و شخصیت‌های بزرگ جهان اسلام شد. یک راهزن. انسان نباید ناامید بشه، امیدتون نباید از دست بدید. این در بازه، برای همه بازه. اینجا خانه خداست، خانه من نیست که تو رو اجازه بدم دیگر رو اجازه ندم. کسی حق نداره چپ چپ به کسی نگاه کنه. الله هم تعصب داره نسبت به بندگانش، خیلی تعصب داره. الله به ابلیس گفته تو 1 سال، 2 سال، 30 سال، 40 سال بندگان منو گمراه میکنید، فکر میکنید که به قول زنجیر کشیدید دیگه مطیعتان مال تو هم از من گرفتید، ولی من یه داغی بر دلت میذارم. بعد از 40 سال 50 سال که بنده منو شکار کردید، در قبضه خودت گرفتی، یه لحظه یه جرقه‌ای براش ایجاد میکنم، یه توبه نصیبش میکنم، تلاش 50 ساله تو برباد میدم. من اجازه نمیدم بندگانم ازم بگیرید. الله غیرت داره، تعصب داره نسبت به بندگانش. این تعصب خدا نسبت به بندگانش و مهرورزیش. خدای نگاه به خطاهای ما مکن، به اشتباههای ما مکن، به گناههای ما مکن. نگاه به اون رحمت بیکران خودت بکن که از خشمت سبقت گرفته. سبحان الله، یک قطره رحمت تو میتونه گناه 100 ساله ما رو برباد بده، ذره ذره بکنه. بسم الله. إن أصحاب الجنة